امروز که داشتم از باشگاه برمیگشتم خونه، خیلی دلم اسنیکرز میخواست تا کنار قهوه‌ام بخورم. همین شد که دست به کار شدم تا ورژن سالمش رو درست کنم. دونه دونه حصه‌های خرما رو جدا کردم و با وردنه خوب پهنشون کردم و داخل ظرفم کاغذ روغنی گذاشتم و دونه دونه چیدم کف ظرف. کاغذ روغنی گذاشتم و با ته لیوان دوباره سطحشون رو صاف کردم. بعد از اون به خرماها کره بادوم زمینی بیماری شده رو اضافه کردم و تا شکلات تلخ 98% اون بیماری میشد مغز دلخواهمو خورد کردم و به ترتیب اول مغزیجات رو به تمام سطحش اضافه کردم و بعد شکلات تلخ بیماری شده رو روش ریختم. در آخر وقتی سطحش صاف شد کمی نمک بهش زدم و 1 ساعت گذاشتم توی یخچال استراحت کنه. از داخل یخچال درش آوردم و برشش زدم. همه مواد به 15 تکه تقسیم کردم که هر کدومش 90 کالری میشه، یعنی تقریبا اندازه 1/4 کالری یک اسنیکرز. حتما درستش کنین.